دوست عزیزم سلام، انشالله که خوب و سلامت باشی. امیدوارم که اوضاع رو به راه باشه و دوره رو به خوبی شروع کرده باشی. چند تا نکته مقدماتی رو گفتم و میخوام برم سرسراغ سایت اصلی شرکت مدیریت فناوری بورس که TSE-TMC هستش. خب من براتون شیر بکنم صفحه رو، بریم راجع به کلیات بورس و اطلاعات بورسی اطلاعاتی رو اینجا با هم داشته باشیم. خب این سایت tsetmc.com هست، سایت مربوط به شرکت مدیریت فناوری بورسه. وقتی سایت رو باز میکنیم یه سری تب‌های رنگی میبینیم اون بالا که هر تبی یه کمکی میتونه ما بکنه. اغلب متاسفانه این تب‌هایی که آپدیت نیستن و بعضیشون نمیتونیم به خوبی استفاده کنیم. مهمترین تبی که اینجا داریم در یک نگاهه، در واقع بازار در یک نگاه. اینجا داره اتفاقاتی که الان و آخرین بار توی بازار افتاده رو توی قسمت‌های مختلف ما میده. اینجا بازار نقدی بورس رو در یک نگاه گفته، شاخص‌های منتخب رو گفته، تاثیر در شاخص رو گفته، نمادهای پربیننده رو گفته، فرابورس اینجا آمده گفته باز نمادهای پربیننده‌ش رو. قسمت بورس و فرابورس، بورس اوراق بهادار و فرابورس اینجا جدا هستن و هر کدوم از اینها یه اطلاعاتی رو به ما میدن از وضعیت کلی شاخص. خب الان که داریم کار میکنیم چند تا نکته رو اینجا بهتون بگم. یکی ما داریم میبینیم که بازار بازه و اگه دقت بکنی اینجا نوشته وضعیت بازار باز، ساعت رو نوشته و نشون میده که بازار در حال انجام معاملاته و تغییراتی دائما توی قیمت‌های مختلف وقتی دارید نگاه میکنید توی عددهای مختلف اینجا داره اتفاق میفته. این تغییرات مثل اینجا مثلا نگاه بکنید، این تغییراتی که اینجا حاصل میشه به خاطر اینکه بازار در حال انجام معامله است. خب ببینیم هر کدوم از اینها چه چیزی رو به ما نشون میدن. قبل از اینکه بخوام اینو بگم اینو بهتون بگم که بازار بورس در ایران 5 روز در هفته، یعنی از شنبه تا چهارشنبه، غیر از روزهای تعطیل رسمی که اگر تو این بین تعطیلات رسمی باشه اون هم تعطیله، پنجشنبه جمعه هم تعطیله. در این 5 روز بازار از ساعت 8:30 پیشگشایش بازاره. این ساعت 8:30 تا 9 صبح شما فقط میتونید اوردر گذاری کنید، یعنی میتونید سفارشاتتون رو تنظیم بکنید که به محض که رأس ساعت 9 بازار باز میشه معاملات شروع میکنن به انجام شدن و تا ساعت 12:30 ادامه داره. پس طول مدت انجام معاملات در بازار 3 ساعت و نیمه، 9 تا 12:30 و با احتساب اون نیم ساعت برای پیشگشایش نهایتاً 4 ساعت شما در بازار بورس 5 روز در هفته، یعنی 20 ساعت در هفته مجموعاً شما فعالیت میکنید. پس اینو در نظر بگیرید که این بازاریه که وقت زیادی از شما نمیگیره ولی میتونه درآمد فوق‌العاده‌ای رو برای شما اگه به خوبی یادش بگیرین ایجاد بکنه. خب شاخص کل رو اینجا میبینیم که ما نشون میده که وضعیتش به چه صورتی هست نسبت به روز گذشته. ببینید شاخص کل الان روی عدد 409632 در این لحظه و نسبت به روز گذشته 1062.47 واحد. وقتی قرمزی یعنی کاهش داشته، یه کاهش 1000 واحدی که کاهش مختصری هستش. پس اینجا ما دو تا عدد داریم، یه عددی که مربوط به الانه و یک تغییراتی که نسبت به روز گذشته اینجا نشون میده. چند تا نکته راجع به شاخص بهتون بگم. شاخص معمولاً با فرمول‌های مختلفی در زمان‌های مختلف محاسبه میشه. یعنی شما اگر بخواید حرفه‌ای باشید تو بازار باید به درستی تشخیص بدید. بعضی وقتا معاملات بلوکی رو برای اینکه بیان بازار رو مثبت بکنن و جو روانی مثبت ایجاد بکنن در بازار و افت شاخص نداشته باشیم، معاملات بلوکی رو میان یا سهم‌های بزرگ رو میان مثل فولاد مبارکه، مثل بانک‌ها، اینا رو میان روش معاملات بزرگ انجام میدن که بتونن برآیند بازار رو و شاخص بازار رو بالا نگه دارن یا از ریزش زیادش جلوگیری بکنن. در صورتی که ممکنه مثلا تو همون زمان‌ها ما نگاه بکنیم ببینیم که بعضی از سهم‌ها صف فروش بودن. پس بدونید که همچین اتفاقاتی هم در بورس میفته، برای اینکه به هر حال بورس رو دولت نمیخواد که به عنوان نماد اقتصاد کشور خیلی ضعیف نشون بده اونجایی که داره افتای شدید میکنه.
خب یه شاخص هموزن هم داریم، یه شاخص کل داریم، شاخص کل هموزن داریم که عددش کوچیک‌تر از عدد قبلیه، ولی این واقعی تره. یعنی چی واقعی تره؟ حالا تغییراتش هم می‌بینید نسبت به روز گذشته 1000 واحد 1009 واحد افزایش پیدا کرده. به خاطر اینکه سود نقدی و افزایش سرمایه از دلش کشیده شده بیرون و نمودارش تعدیل شده است. راجع به افزایش سرمایه، راجع به سود نقدی، راجع به اینا صحبت می‌کنیم. فقط بدونید که در این شاخص هموزن، این دوتا ازش اومده بیرون و در واقع عدد رو آورده پایین‌تر، اما عدد واقعی تریه که ما میتونیم روش بیشتر حساب بکنیم. البته ما وقتی بدونیم حرف از شاخص میزنیم شاخص کل رو داریم میگیم، نه شاخص هموزن رو. اینو در جریان باشید. نکته بعدی که من اینجا میخوام بهتون بگم راجع به تاثیر در شاخصه. ببینید نمادها رو اینجا آورده: فارس، فخوز، و به ملت، جمع، فولاد، رمپنا، کچاد، اینا رو آورده و گفته اینا در شاخص تاثیر داشتن در روز گذشته. در شاخصی که ما داریم می‌بینیم نسبت به روز گذشته اینا تاثیر داشتن. این مثلا قیمت پایینش بوده 10024 ریال، بوده 11422 ریال، بوده 7090 ریال و همینطور قیمتش مشخصه و داره میگه که خود این مثلا خود فارس 397 باید تاثیر منفی داشته، این 314 باید تاثیر منفی داشته، این و به ملت 303 باید تاثیر مثبت داشته. یعنی بیشترین تاثیرها رو اینا داشتن. جمع 277 باید تاثیر مثبت و اینها تاثیر منفی. پس تاثیر در شاخص یعنی که در بازار کدوم شاخص ها بیشترین در واقع معاملات روش انجام شده و تأثیری که تا این لحظه توی بازار داشته. من گفتم روز گذشته، اشتباه گفتم، چون بازار بازه. و وقتی میگیم روز گذشته که بازار بسته شده باشه. در معاملاتی که داره انجام میشه در این عددی که اینجا هست تو 1016 منفی، اینها در واقع تاثیر مستقیم داشتن. اگه ما جمع تاثیر بیشتری داشتن، در واقع تاثیرات بیشتری داشتن. بقیه هم اگه تاثیر داشتن تاثیراتشون پایین‌تر بود. این هم یه نکته. خب اینجا ما یک نمادهای پربیننده هم داریم: و تجارت، و به ملت، ماشینسازی عراق، خساپا و نوین، فولاد، پالایش نفت اصفهان. اینها نمادهای پربیننده است. خب اولین چیزی که ممکنه شما رو به اشتباه بندازه اینه که خب پس مثلا و تجارت نماد پربیننده‌ای بوده، پس حتما سهم خوبیه که خیلی دارن میخرن، پس منم برم بخرم. مثلا و به ملت، بانک ملت نماد خوبیه، پربیننده است، پس منم برم بخرم. نه، این به این صورت نیست. یعنی نباید اشتباه بکنید. صرفا اینا داریم نگاه میکنیم که اینا با چه قیمتی آخرین معاملهشون چقدر بوده، کمترینشون، بیشترینشون، تعدادش چقدر بوده، حجم معاملاتش چقدر بوده، ارزش معاملاتش چقدر بوده. اینا رو بهتون خواهم گفت که چی ان. اینو فقط داره به ما نشون میده. این ارزش معاملاتی نداره، ارزش اطلاعاتی داره که الان مثلا فرض کنیم ما داریم مثلا میبینیم که یه هفته است که و تجارت داره هی معامله میشه. حالا ممکنه این معاملات فروش باشه، ممکنه معاملات خرید باشه، ممکنه اصلا صفحه فروش باشه، ممکنه صفحه خرید باشه، یا نه معاملات نرمال جاریه. خب طبیعتاً سهام بزرگتر و شرکت‌های بزرگتر، کارخانه‌های بزرگتر طرفدار بیشتری دارن و بیننده‌های بیشتری هم توی بورس دارن. خب یه توضیح من اینجا راجع به بازار بورس ایران به شما بدم. ببینید بازار ایران به دو دسته تقسیم میشه، دو قسمت تقسیم میشه. یکی سازمان بورس اوراق بهاداره که در رأس هست و یک سازمان غیر دولتی عمومیه که تمام درآمدش از پذیرش شرکت‌های بورسی و کارمزدی که دریافت میکنه و هزینه‌هایی که بابت چیزهای مختلف از این شرکت‌ها میگیره هستش. و بعد خودش دو تا زیر مجموعه داره، یکی بورس، یکی فرابورس. پس در نظر داشته باشید که سازمان بورس اوراق بهادار یا بورس اوراق بهادار در رأس هست، یک سازمان عمومی غیر دولتیه و زیر مجموعه خودش بورس و فرابورس داره. اشتباهی که برای عوام پیش اومده اینه که فکر میکنن شرکتایی که تو فرابورس هستن شرکتای خوبی نیستن، در صورتی که این تقسیم بندی بورس و فرابورس صرفاً از جهت سرمایه ثبت شده اولیه شرکت هست. صرفاً از جهت سرمایه اولیه شرکت هست. یعنی اگه سرمایه اولیه، ما هم نیست اینو بدونید، اینو خودتون نمیخوام گیجتون بکنم عدد رقم بهتون بدم، ولی وقتی یه شرکتی سرمایه اولیش از یه حدی کمتره میره تو فرابورس شروع به فعالیت میکنه. اون سرمایه ثبت شده‌ای که توی آگهی
ثبت شرکتاش هست. از یه حدی که بالاتره میره توی بورس و اونجا فعالیت خودش شروع میکنه. پس اینو در نظر داشته باشید که فرابورس معنیش این نیست که از بورس ضعیف‌تره یا شرکت‌های خوبی نیستن یا شرکت‌های ضعیفی هستن یا رشدهای خوبی ندارن. اینو حتما بهش توجه داشته باشید. خود بورس 3 تا گزینه داره. یکی تابلوی اصلی بازار اوله، یکی تابلوی فرعی بازار اوله و یکی بازار دومه. بازم میگم، یه بار دیگه تکرار میکنم، تابلوی اصلی بازار اول رو داریم، تابلوی فرعی بازار اول رو داریم و بازار دوم رو داریم. اینکه یه شرکت تو کدوم یکی از اینا باشه باز مشخص نمیکنه که شرکت خوبیه یا شرکت بدیه، به هیچ وجه. اصلا معنیش این نیست. اونا تقسیم بندی خودشون رو دارن، به دلایل مختلف اونجا تقسیم بندی میشن. بورسی ها بزرگتر هستن و خیلی سخت صف خرید و صف فروش میشن و مثل فولاد مبارکه و بانک‌های بزرگ و میتونن روی شاخص خیلی تاثیر بذارن و در واقع فرابورسی ها این تاثیر رو کمتر دارن. چیز دیگه ای که باعث میشه که این دوتا از هم تفکیک بشن و جدا بشن سهام شناوره. سهام شناور یعنی چی؟ یعنی میزان سهامی که در واقع غیر از سهامداران اصلی، غیر از اعضای هیئت مدیره عرضه کردند. مثلا اگر از 100%، مثلا از 100% سهام مثلا 80%ش مال سهامداران اصلیه و اعضای هیئت مدیره است، دارندگان کرسی در هیئت مدیره است، 20%ش میاد توی بازار عرضه میشه. فرقی که اینا دارن از این جهته. یعنی ما اگر حداقل بیایم 10% رو شرکت بیاد عرضه بکنه در بازار، میتونه وارد بورس بشه. ولی اگر کمتر باشه، مثلا 5% باشه، بین 5 تا 10% باشه، این میره توی فرابورس قرار میگیره، توی تقسیم بندی فرابورس قرار میگیره. پس تفاوت اینها رو خوبه که ما بدونیم. نکته دیگه که اینجا هست اینه که اگر تعداد سهامدارا حداقل 250 تا باشه، میشه شرکت سهامی عام و اگه کمتر از 250 تا باشه، شرکت رو ما بهش میگیم سهامی خاص. اینم یه نکته دیگه که توی اصطلاحاتی که شما میشنوید خوبه که مطلع باشید. باز یه نکته دیگه اینجا هست در مورد تفاوت اینها و اونم راجع به اینه که سابقه فعالیتش چیه اون شرکت، زیان انباشته داره نداره. همه اینها آیتم هایی هستش که باعث میشه این دو تا از هم جدا بشن. خب خود بازار فرابورس هم یک زیر مجموعه دیگه داره به اسم بازار پایه که بازار پایه الف و ب و ج داره که 1%، 2% یا 3% اینا سقف در واقع صعود یا نزول روزانهشون هست. اینو بهتون خواهم گفت در بورس این 5%. یعنی ما در بازار بورس از نقطه‌ای که قیمت باز میشه 5% حداکثر میتونه بیاد پایین و 5% میتونه بره بالا. پس ما در یک روز چقدر میتونیم سود بگیریم؟ چقدر؟ 5% نه 10%. چرا؟ چون میتونه بیاد بخوره -5، ما اینجا بخریم بره تو -5 قرار بگیره و خیلی روزا این اتفاق برای خیلی از سهام میفته. پس مهمه که ما در روز هم چجوری داریم معامله میکنیم که در روز بتونیم حتی تا 10% هم سود بگیریم. پس این دامنه نوسانی که نسبت به قبل دارن تو بازارهای الف و ب و ج 1، 2 و 3%. دلیل اصلی این که جذابیت ندارن بازارهای فرابورس و بازار پایه همینه که در واقع شرکتایی که اخراجی بورس هستن رو میفرستن تو بازار پایه که جزء فرابورس هست بازار پایه. این هم یه نکته. خب بورس سهام رو میان گروه بندی میکنن، تقسیم بندی میکنن به گروه های مختلف، گروه غذایی، گروه سیمانی، گروه بانکی، گروه پتروشیمی و چیزهای مختلف. خب برگردیم توی صفحه، توی سایت، ببینیم که اینجا چه اطلاعاتی بیشتری میتونیم ما بدیم. ما یه دیدبان بازار داریم توی این قسمت، توی این بالا یه دیدبان بازار داریم که روی دیدبان بازار که کلیک بکنیم خب تمام سهامی که موجود هست در بازار رو اینجا میتونیم ببینیم. ببینید تمام سهام با گروه بندیاشون، مثلا اینجا گروه مواد محصولات دارویی، تمام زیر مجموعه دارویی اینجاست. غذایی، آشامیدنی بجز قند و شکره تمامشون اینجا هستن. دسته‌بندی‌ها رو خوب اینا نگاه بکنید، قشنگ با دسته‌بندی‌ها آشنا بشید، با اسم شرکت‌ها آشنا بشید. وقتی میگیم تبرک بدونید توی غذایی آشامیدنیه. وقتی مثلا اینجا میگیم که مثلا ونیرو
ببینید چیز برق و گاز و انرژی یا به اصطلاح خودش اینجا بخار و آب گرم و اصطلاحات خاص بورسیه که گروه‌بندی خاص بورسی. یا مثلا فرض کنید مثلا خدیزل که همون بهمن دیزل جزء خودرو و ساخت قطعاته. پس اینا رو میتونیم ما اینجا به خوبی ببینیم و امکان این که سرچ هم بکنیم به راحتی اینجا داریم. میتونیم اینجا در واقع ترتیب رو مشخص بکنیم و ترتیب میتونیم نزولی بکنیم، صعودی بکنیم. اینجا در واقع گزینه سرچ داره، میتونیم جستجوی نمادها رو داشته باشیم. مثلا بزنیم فرض کنید اینو فارسیش کنم، مثلا و به ملت. این نماد رو وقتی روش کلیک میکنم این نماد باز میشه و یه سری اطلاعاتی راجع به این نماد به ما نمایش داده میشه. چند لحظه صبر میکنیم صفحه بروز شه. یک چارت کوچولو اینجا نشون میده که عملا این چارت چون ابزارهای تحلیل تکنیکال روش نیست، ما نمیتونیم استفاده ازش بکنیم برای تحلیل. ممکنه همینجا چشمی ببینیم که چه اتفاقی، چه روندی داشته، کجا رفته بالا، کجا اومده پایین. اینو میتونیم ببینیم. مثلا در امروز قیمت و حجم در طول یک روز داره نشون میده، حجم معاملات رو و قیمت رو. حالا اینو بعداً بهتون خواهم گفت این قیمته و اینا حجم معاملات هستن و چه تناسبی در روندها، مثلا در یه روند سعودی حجم باید چه واکنشی نشون بده و اینا رو همه رو توی قسمت تحلیل تکنیکال مفصل براتون خواهم گفت. اما اطلاعاتی که اینجا داره رو می‌خوایم با هم یه مروری با هم داشته باشیم. خب اول از همه اینجا می‌بینیم نوشته بانک ملت و به ملت، بازار اول، تابلوی اصلی، بورس. پس می‌فهمیم این سهم توی بورسه، توی فرابورس نیست، توی بازار اوله، توی تابلوی اصلی. خب یه علامت اینجا مثل جرقه، مثل فلش تور آبی داره. این یعنی شما الان وصلی به اینترنت. اگه تو صفحه من نگاه کنید، من اینجا نمیدونم می‌بینید یا نه، به اینترنت وصلم، پس دارم آنلاین می‌بینم. اگر این خاموش باشه و شما زمانی باشه، هر زمانی که باشه دارید باز می‌کنید، اطلاعاتتون اطلاعات بروز نیست، اطلاعات به لحظه نیست. خب یه سری تب‌ها رو اینجا می‌بینیم که این تب‌ها رو هر کدوم یه معنی دارن. ببینید اینجا در یک نگاه رو ما داریم پیام ناظر رو داریم، راجع به ناظر صحبت می‌کنم. سابقه رو داریم، مثلا سابقه رو بزنیم ببینیم که چی ما نشون میده. متاسفانه خیلی از تب‌هایی که توی این صفحه هست بروز نیستن. مثلا اطلاعیه، ببینیم که آیا اطلاعیه اینجا بروز شده هست. تمام اطلاعیه هایی که شرکت صادر کرده اینجا هست. آخرین اطلاعیه‌اش مال 5/10/98 بوده. میتونیم بزنیم گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 39/98. گزارش یک ماهش اومده مشخص کرده. قبلی اطلاعیه قبلیش 19/6 بوده، اومده کمیته حسابرسی رو، واحد حسابرسی داخلی رو اومده مشخصاتشون گفته و همه اطلاعات شرکت. چون یکی از اصول اساسی در بازار بورس شفاف سازیه که اینو تو جای مختلف میگم که به چه صورت انجام میشه. مثلا اگه آگهی مجمعی داشته باشه اینجا میتونیم چک بکنیم زمانش کی بوده. مثلا 31/4/98 ساعت 18 بوده، محل برگزاریش نیاوران کاشانک مرکز همایش‌های رایزن بوده. آگهی قبلیش مربوط به 29/5/97 بوده. پس می‌بینید که آگهی‌های مجمعش هم اینجا هست. تغییر وضعیتی اگر داشته اینجا می‌بینیم با عناوین مختلف که نیازی ندارید شما مثلا بدونید. مثلا یه وقتی تو وضعیت مجازه و الان یعنی میتونید خرید و فروش بکنید، اینجا مجاز محفوظه، اینجا مجاز متوقفه، اینجا ممنوعه، اینجا ممنوع محفوظه. این اصطلاحاتی که توی بازار باش برخورد میکنید، برخوردش معنی خاصی داره. اما شما فقط بدونید ما در صورتی تو بازار تو با هر بورس با هر سهمی کار میکنیم که تو وضعیت مجاز باشه. وقتی مجاز باشه ما باش کار میکنیم و روزانه هم کار میکنیم برای اینکه بهتون خواهم گفت که ممکنه پولمون بلوکه بشه. خب هیئت مدیرهش اینجا یه تب داریم میبینیم، اسم مدیر عامل رو میبینیم، کد ملیشه، مدرک تحصیلیشه، ببینید همه چیز اینجا هست. اعضای هیئت مدیره رو میبینیم، کد ملیاشون هست، آیا خودشون هستن یا نمایندهشون هست، عنوانشون چیه و همه در واقع تغییراتی که نسبت به اعضای هیئت مدیره بوده اینجا هست و آخرین تغییرات رو مثلا اینجا میبینیم که با عنوان هیئت مدیر عامل اینجا ثبت شده. خب یه تب خیلی مهمی که اینجا هست سهامدارانه. اینجا ببینید سهامداران. خب ما تو این سهامداران نگاه میکنیم ببینیم که
کیا سهامدار اصلی هستن؟ توی مثلا بانک ملت متوجه میشیم که 17% از این بانک متعلق دولت جمهوری اسلامیه. پس این یه بانک نیمه خصوصی نیمه دولتی. درسته که اکثر سهامش مال دولت نیست، ولی اگه جمع بزنیم صندوق آتی کارکنان بانک ملت، سرمایه‌گذاری سبا تامین، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، گروه مالی ملت، تاوانی معین آتی خواهان و چیزایی که دولتی و شبه دولتی هستن، دو سه اول این تامین اجتماعی، ارزم بزرگ خود دولت، صندوق تامین خود بانک ملت، اینا چیزایی که درصد نفوذ دولت رو میاد زیاد میکنه و همینطور مشخصه هر کدوم از شرکت‌ها مثلا تا کف 1% رو میاد نشون میده که چه کسانی سهامداران اصلی این شرکت هستن. سود زیانش رو میتونیم ببینیم، به راحتی میتونیم ببینیم که سود زیان خالصش در چه تاریخی به صورت حسابرسی شده یا حسابرسی نشده چی بوده. مثلا اینجا مال 31/6/98 درآمد عملیاتیش نوشته و در واقع 6/97 برج 31/6/97 و اینجا مثلا 29/12/97. می‌بینیم که در دوره‌های 6 ماهه این اومده در واقع گزارش سود و زیانش اینجا منتشر کرده. اینا عناوینی هستش که عناوین حسابداری، نیاز نیست که شما حتما کامل بدونید. من اگه لازم باشه بعداً اینا رو لابلای دوره به صورت پست میذارم. اینجا نمیخوام سرتون رو شروع کنم، شما برای شروع کار به این نیازی ندارید اینکه بدونید مثلا چه میدونم سود ابتدایی دوره تعدیل شده چیه، تعدیل نشده چیه، سود زیان انباشته ابتدایی دوره چیه. اینا چیزاییه که شما الان بهش نیازی ندارید و من اینجا سرتون رو بیخود شلوغ نمی‌کنم. این چیزی هم داریم مثل ترازنامه. ترازنامه خیلی مهمه توی در واقع اطلاعات بورس. هر شرکت در بورس اینکه دارایی‌های جاریش چقدره، موجودی نقدیش چقدره، سرمایه‌گذاری‌هاش چقدره، دریافتنی‌هاش چقدره، حالا تجاری و غیر تجاری، موجودی مواد و کالا اگر یک شرکت تولیدی باشه که می‌بینیم اینجا چون بانک موجودی صفره، پیش پرداختایی اگر داشته، در واقع دارایی که نگه داشته شده باشه برای فروش. مثلا فرض کنید بانکی میاد مثلا یه سری املاکشو خالی میکنه، تخلیه میکنه، آماده میکنه برای فروش، هنوز به فروش نرفته ولی داره نگهداریشون میکنه برای فروش، اون رقمش اینجا میاد. جمع دارایی‌های جاری اینجا میاد، دارایی‌های غیر جاری میاد و بعد نهایتاً اینجا در واقع یک صورت سود و زیانی رو اینجا مشخص به جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام چقدره، جمع حقوق صاحبان سهام چقدره، سود یا زیان انباشته چقدره که اینجا می‌بینیم در واقع عددش منفیه که زیان میشه. به هر حال این اطلاعاتی که اینجا به شما کمک میکنه. گفتم جزئیات این رو من به تدریج بهتون میگم برای اینکه الان فقط میخوام یه آشنایی پیدا بکنید با اینکه هر کدوم از این تب‌ها چه اطلاعاتی به شما میدن. خب برگردیم توی تب در یک نگاه و ببینیم که اینا هر کدوم، این اعدادی که اینجا نوشته شده هر کدوم چه معنی دارن. خب ما هنوز در زمان باز بودن بازار هستیم. می‌بینید که الان رشد این سهم 4.98 بوده در امروز تا این لحظه و این هی در نوسانه و آخرین معاملاتی که انجام میشه هولوش 7200 تومنه، 7200 ریاله و داریم میبینیم که یه سری اعداد اینجا هست که من میخوام اینا رو بهتون کامل توضیح بدم که اینا چیه. خب ما اینجا قیمت اولین داریم، یعنی قیمت اول روز داریم که 6875 بوده. اگه بریم توی این نمودار روز نگاه بکنیم، اینجا از زیر 6900 یعنی همون 6875 شروع شده، نوسانات خودش انجام داده، باز تا همون کف اونجا اومده، دوباره رفته برگشته، دوباره بعد یه صعودی کرده و الان توی این رنج قیمتی هولوش 7200 210 207 که اینجا خرید و معامله، مثلا میگه اینقدر می‌خریم اینقدر داره معامله میشه، هر لحظه هم داره تغییر میکنه. یه قیمت پایانی هم داریم که وقتی قیمت پایانی رو میبینیم همین درصدش از این پایین‌تره، هم قیمت از این پایین‌تره. این قیمت پایانی حالا در پایان روز اگر که بازار بسته بشه که فیکس بشه کاملا مشخص‌تر و بهتر میشه توضیح داد. ولی اینجا من بهتون میگم که این قیمت پایانی یک قیمت در واقع یک معدل قیمت میانگین وزنیه. یعنی چی؟ مثل چیز میمونه، مثل معدل میمونه در مثلا دانشگاه در دبیرستان که مثلا شما یه واحد مثلا ورزش داشتی، 3 واحد ریاضی داشتی. اگه یه واحد ورزش تو 20 بگیری،
یعنی مثلا با یه قیمت بالا، اینجوری میشه اصطلاحش گفت، با یه قیمت بالایی یه تعداد سهام کمتری رو بخری، یه سهم بخری، تا اینکه بیای مثلا ریاضی تو 12 بگیری با ضریب 3، ضریبش 3 در واقع تعداد واحداش 3. خب این خیلی اون وقت تاثیر میذاره تو معدلت. تو وقت معدلت نمیشه 12 به اضافه 20 تقسیم بر 2، میشه 12 به اضافه 36، یعنی 3 تا 20 تقسیم بر 4. ببین چی میگم؟ پس این معدل وزنی یعنی چی؟ یعنی اینجا میاد حساب میکنه که چند تا سهم خریداری شده با چه قیمتی. اگه مثلا با یه قیمت پایینتر بالاتری ولی تعداد سهام کمتری خریداری شده، ولی با یه قیمت پایینتری تعداد سهام بالاتری خریداری شده، اینجا روی میانگین وزنی و همون قیمت پایانی تاثیر داره. قیمت دیروز رو همینجا داره، کلوز دیروز رو داره به ما میگه که دیروز با این قیمت بسته شده. ببینید یه موضوعی که هست در بازارهای جهانی مثل فارکس، مثل ارزهای دیجیتال، عمدتاً ما اینجوریه که هر جا که این کندل روزانه قبلی بسته میشه، تو همون نقطه قیمت بعدی باز میشه. این اتفاقی که تو بازار جهانی میفته. چرا؟ به خاطر که بازار 24 ساعت هست. یعنی بازار دائما بازه. طبیعتا وقتی این کندل بسته شد و شکل گرفت، بلافاصله کندل بعدی شکل میگیره. حالا این کندل اگه سعودی باشه، کندل رو بهتون میگم توی بحث تکنیکال. اینا کندلن، ببینید اینجا تو تصویر ببینید، اینا هر کدوم کندلن. یعنی اینجا اگه دقت کنید رو همین که من دارم بهتون نشون میدم، تو بازار جهانی اینجوری، اینجا که بسته میشه این کندل، این بسته شد، این همینجا دومی با بعدی باز میشه. ولی اینجا یه اختلافی داره، عموما یه اختلافاتی دارن و در روزانه که اختلافات زیادی میتونن داشته باشن، چون اخباری منتشر میشه، اتفاقاتی میفته. اینجا هم اختلاف مختصره، اینجا 6896، اینجا 6875، یعنی عملاً مثلا 6 واحد، 6 ریال فرقشه، خیلی نیست. ولی اینو باید بدونیم که اینا متناسب با هم حرکت نمیکنن و چسبیده به هم نیستن همیشه. خب برای اینکه براتون شفاف بشه، من بذارید که اینجا چارت رو هم براتون شیر کنم، برای اولین بار با چارت هم آشنا بشید. امیدوارم که چارت دارید میبینید. بذارید من آره دیگه، چارت رو الان دارید میبینید. خب این چارت شاخصه. راجع به اینکه نرم افزار چیه، راجع به اینکه چجوری کار میکنه، اینا بهتون توضیح میدم. اینجا فقط توضیح مختصری میدم که متوجه بشید. برای هر کدوم از سهم‌ها مثل اینجا کشرق رو داریم، فرآورد داریم، پردیس رو داریم، دارو رو داریم، حتی یورو به دلار رو داریم. همه اینها برای خودشون در واقع یک نموداری دارن. پس ما روی نمودار شاخص هستیم. خب این روی نمودار شاخص که داره شاخص رو نشون میده، روی این معامله انجام نمیشه. همون فرمولی که بهتون گفتم صادقه. اولا بهتون بگم، ببینید ما این در واقع مستطیل‌های یا ستون‌های عمودی رو که می‌بینیم، اینها کندل‌ها هستن. اینکه کندل‌ها چطوری شکل می‌گیرن و مختصرش اینجا بهتون میگم، مفصلش رو بعداً توی جلسه خودش خواهم گفت. ببینید ما این کندل رو اگه در نظر بگیریم، این مستطیل سبزی که توش خالیه، در واقع بک‌گراند توش پیداست مشکیه، ما میگیم این قیمت اینجا در اول روز، در هر تایم فریمی که هست، این تایم فریم من بهتون میگم که چیه، در اول روز باز شده، قیمت اینجا بوده، در پایان روز اینجا بوده. فرداش بلافاصله همونجا شاخص اینجا باز شده، اینجا بسته شده. پس فرداش اینجا باز شده، تو این محدوده نوسان کرده، تا اون بالا هم رفته، اینجا بسته شده. پس اون فرداش اومده، ببین تو این قسمتی که داریم می‌بینیم، چون این یک کندل سعودیه، بلافاصله اینجا باز شده، اومده پایین، اینجا هم یه شادو زده، برگشته، اینجا بسته شده. ببینید به این صورت. خب حالا اینجا، پس این کندل‌ها رو ببینید، کندل سعودی وقتی قیمت شروع، قیمت اول از قیمت کلوز، قیمت بسته شدن، قیمت پایانی پایین‌تره، این پایین‌تر از اینو، ما میگیم کندل سعودی. اینجا چطور؟ اینجا ما تو این کندل تو خالی که داریم می‌بینیم، قیمت در ابتدای روز شاخص اینجا بوده، شاخص در پایان روز اینجا بوده، تا اونجا هم نوسان کرده. روز بعد قیمت اینجا باز شده، به جای اینکه بره بالا اومده پایین. این مال همون که این مال شنبه بعد از ترور سردار سلیمانیه که این اتفاق افتاده. اومده پایین 2 3 4 روز به شدت اومده پایین و بعد شروع کرده به برگشت کردن. پس ببینید این کندل ها بلافاصله بعد از هم شکل میگیرن. اما توی سهام اینجوری نیست. تو سهام عموما ما گپ داریم. گپ یعنی چی؟ یعنی که مثلا یه جای خوب بهتون نشون بدم که براتون واضح باشه. اینجا که دو تا کندل با گپ داشته باشید، مثلا اینجا این دو تا کندل رو در نظر بگیرید، این خط رو در نظر نگیرید، بر فرضی که
این خط اصلا نباشه. این چون این خودش یک کندله، یک کندلی روزیه که کلا بازار تکونی نداشته، همونجا که باز شده همونجا هم بسته شده. یعنی مثلا اگه مثلا رو قیمت چه میدونم اینجا گفته 5483 اوپن شده، لوهایش هم همون بوده، یعنی بالاترین و پایین قیمتش هم همون بوده، کلوزش هم رو همون 5483 بوده، یه خط فقط اینجا موندیم. فرض کنیم این نیست، فرض کنیم که ما یه روزی داریم که قیمت الان سهم کشور اینجا باز شده، نوسان کرده و اومده اینجا بسته شده، یک کندل نزولی. خب فردا بعد کجا باز میشد؟ همینجا باز میشد دیگه. اما اینجا باز نشده، اومده کجا باز شده؟ با یک گپی، با یک فاصله‌ای، با یک شکافی اومده اینجا باز شده. اینش میگیم گپ. توی سهام ایران به خاطر اینکه ما از امروز تا فردا یه زمان طولانی رو داریم، تقریبا از 12 امروز تا 8 و نیم 9 صبح فردا یه زمان طولانی رو داریم، این گپ خیلی طبیعیه. خاطر اینکه اخبار اتفاق میفته، مسائل سیاسی هست، تو اون فاصله یک چیزی رو، یک اتفاقی در کشور میفته، کل سهام رو تحت تاثیر قرار میده. یا چه میدونم مثلا مجمعی باز میشه، بعدش با یه گپی باز میشه، مثلا فرض کن تو مجمع مثلا قیمت 6058 تومان بسته شده بوده قبل از مجمع که تشکیل میشه و قیمت باز میشه، بر فرض مثال میگم قیمت باز میشه، میاد روی اینجا مثلا حالا قیمت رو نشون نمیده، آره حالا به هر حال مثلا فرض کن روی مثلا 4800 تومان، 4800 ریال، 800 تومان هر چی، اینجا میاد باز میشه و بعد دوباره نزول میکنه. باز از اینجا به اینجا یه گپ داریم، یعنی اینجا بسته شده، تو روز بعد دوباره اومده اینجا یه نوسان صفری داشته، باز اینجا بسته شده، تو اینجا تو روز بعد اینجا، تو روز بعدش هم جالبه، ما اینجا تو این کندل بسته شدن اینجا داشتیم، تو روز بعد باز شدن این پایینتر داشتیم، ولی مثلا کندل سعودی بوده. پس این نوسانات به این صورت در سهام طبیعیه، در شاخص به خاطر اینکه پیوستگی وجود داره این کمتر اتفاق میفته. خب بریم دوباره روی اینجا. خب پس اینا رو فهمیدیم که قیمت اولین چیه، قیمت پایانی چیه، قیمت خرید و فروش که اینجا مشخصه، با این قیمت دارن میخرن، با این قیمت دارن میفروشن. اینجا هم بهتون بگم تا یادم نرفته، اینجا در واقع 3 تا از آخرین اوردرهایی که وجود داره ثبت میشه و نشون داده میشه، در واقع که ثبت شده نشون داده میشه، یعنی تمام کسانی که تو بازار هستن دارن اوردرهای مختلفی رو میذارن. 3 تای در واقع شاخصش، 3 تای آخرش ایناست، 3 تای آخرش ایناست. مثلا 3 تای شاخصش مثلا این 6 تاست، حجمی که داره معامله میکنه انقدر، 52000 خورده، ببین بلافاصله عوض شد، حجمش انقدر، قیمت خریدش انقدر، قیمت فروشش انقدر، حجمش انقدر، یعنی 100000 تا در واقع این تقاضای در واقع خرید و فروش داره که میگم در لحظه داره اینو عوض میشه، چون هی اوردرها بازار عرضه و تقاضا است دیگه. مثلا فرض کن من میگم به ملت و مثلا میگم که من میخوام بخرم، میگم من رو 7200 رو 7200 هم میخوام بخرم، اوردر میذارم، میگم آقا 1000 تا سهم، 10000 تا سهم، 100000 تا سهم، رو 7200 خریدارم. بیاد اینجا نمایش داده میشه. اینجا فقط نمایشه، ما اینجا نمیتونیم خرید و فروش بکنیم، فقط داریم میبینیم که تو بازار در لحظه داره چه اتفاقی میفته. میبینید و به محض اینکه یه خریدارم میگه آقا من حاضرم و به ملت رو با قیمت 7200 تومان بخرم، مثلا 20000 تا، از اون 100000 تایی که من میخوام بخرم اتوماتیک 20000 تا اونو میخرم، پول من میره به حساب اون برای 20000 تاش، 80000 تاش میمونه تو صف تا یکی دیگه پیدا بشه، مثلا فرض کن 30000 تا اون بخواد بفروشه با این قیمت، 30000 تا از اون میخره اتوماتیک سیستم برام، میمونه 50000 تا. یکی از مثلا حالا 100000 تا داره با قیمت 7200 تومان میفروشه، پس از اون 100000 تا 50000 تا من میخرم، 20000 تا اون حالا میمونه برای اینکه به یکی دیگه بفروشه. میبینید؟ پس این چیزی که اینجا داره نشون میده این در واقع آخرین اوردرهای هستش که توی بازار روی این سهم خاص مشخصه. خب اینجا چند تا عدد دیگه هم داریم، تعداد معاملات رو داریم تا الان چند تا معامله شده در امروز، حجم معاملات رو داریم، عددش چقدر بوده، 162.321 میلیون و ارزش معاملات 1155.55 بیلیون همون میلیارد بچه‌ها و اینا به ریاله. ارزش بازارش چقدره؟ 355,850 باز میلیارد. پس اینم از این. خب چند تا نکته دیگه هم داریم در مورد اینها، بازه روز، بازه مجاز، بازه هفته و بازه سال. اول از بازه سال بهتون میگم، داره میگه که تو سال گذشته
تو چه حجمی، تو چه در واقع رنجی نوسان کرده؟ تو چه رنجی نوسان کرده؟ از 2180 تومان بوده تا 6998 تومان. ببینید این چیزی تقریبا بیش از 3.5 برابر، تقریبا 3.5 برابر این رشد داشته ظرف یک سال گذشته. پس ما میتونیم اینو بازه هفته گذشته چی بوده؟ از 6351 تومان اومده 6998 تومان. ببخشید همش ریاله، من دیگه ریال و تومنشو نمیگم. 6998 پس از 6300 350 اومده شده 7000. قیمت مجاز و بازه روز رو هم بهتون بگم چون اینا مهمه که بدونید چه فرقی با هم دارن. قبل از اینکه اونو بگم اینو یادم رفت توضیح بدم که ارزش بازار چیه. ارزش بازار تعداد سهامش که این شرکت داره، تعداد کل سهامش رو ضرب در قیمت پایانی اگر بکنیم در لحظه، قیمت در واقع ارزش بازار این شرکت یا این سهم مشخص میشه. یعنی ما می‌خوایم ببینیم این شرکت کلا چند میارزه. میگیم آقا مثلا اینقدر سهم داره، در این لحظه قیمت پایانیش اینجا 7117 است، اینا رو در هم ضرب میکنه میشه این عدد. در لحظه می تغییر میکنه، هر لحظه که این قیمت پایانی تغییر بکنه، چون تعداد سهام که ثابته، هر لحظه که تا زمانی که افزایش سرمایه نداده و اینو خواهم گفت که چیه و این اتفاقات نیفتاده، اینجا ما ارزش بازار رو اینجوری مشخص میکنیم. ارزش معاملات هم که تعداد معاملات ضرب در واقع حجم معاملات میکنیم و مشخص میشه که ضرب در عدد معاملات میکنیم و ارزش معاملات هم ریالیش مشخص میشه. این هم یه نکته. خب قیمت مجاز بازه روز هم به این صورته که ما یه دامنه نوسان مجازی همونطور که گفتیم در بازارهای مختلف، در بازار بورسی، فرابورسی یا بازار پایه الفبه و جیم داریم. الان اینجا قیمت مجازی که میتونه نوسان بکنه این سهم حد اکثر تا 6526 تومان میتونه بیاد پایین و حد اکثر تا 7212 تومان میتونه بره بالا. بیشتر از این بالا نمیتونه بره، کمتر از این هم پایین نمیتونه در امروز بره. خب این بازه روز چیه؟ میگه عملا درسته که قیمت مجاز این بوده، بین این دو تا قیمت بوده، ولی عملا قیمت تا 6850 بیشتر پایین نرفته از نقطه‌ای که باز شده و تا 7212 یعنی تا سقف اومده پر کرده. اینم اطلاعاتی که این به ما میده. خب نکته دیگه که اینجا خیلی مهم هست، چند تا نکته دیگه است. ببینید تعداد سهام که اینجا مشخصه، سهام شناور که گفتم که غیر از سهامدار اصلی و هیئت مدیره چقدر این سهام توی دست مردم عادیه. یه نکته اینجا هست، من حجم مبنا رو بهتون میگم. یه نکته اینجا هست که حجم میانگین حجم ماه. این میانگین حجم ماه خیلی مهمه برای ما. هر چقدر این میانگین حجم ماه بیشتر باشه، الان اینجا 116 و 499 میلیونه، هر چی این بیشتر باشه نقد شوندگی سهم بیشتره، بهتر نقد میشه، بیشتر ازت میخرن، راحت‌تر ازت میخرن. پس باید به این توجه بکنین که این حجم میانگین ماه نکته مهمیه که باید دقت بکنیم توی نقدشوندی. بعضی از سهم‌ها هستن که به اصطلاح میگیم سهمشون خوش شده و درصد شناوریشون میاد پایین. این باید بهش توجه داشته باشیم این دو تا نکته رو. یه نکته دیگه راجع به حجم مبنا است. الان حجم مبنا اینجا ما چقدر؟ تقریبا نیم میلیون، 1.11. ببینید یکی از تفاوت‌های شرکت‌های بورسی و فرابورسی اینه که به دلیل اینکه بورسی‌ها سرمایه اولیه بیشتری دارن از فرابورسی‌ها، وقتی 10% میگیم راجع به بورس داریم صحبت میگیم 10% از سهامش، 10% قیمتش میره بالا. این 10% خیلی بیشتر از 10% یک شرکت فرابورسی. به خاطر همین در سال 82 یه قانون اومدن گذاشتن که شرکت‌های بورسی یه حجم مبنا داشته باشن که یه درصدی از کل سهام اون شرکته، اون حجم مبنا. اگه این سهم در روز معاملاتش صفحه خرید بشه و تا آستانه بالا رو پر بکنه، باید به اندازه حجم مبنا معامله بشه تا بتونه 5% رو در واقع بگیره، به 5% سقف خودش برسه. فهمیدین چی گفتم؟ یک حجم مبنا چیه؟ یه درصدی از سهام شرکته. اگر که این سهم در روز بیاد صفحه خرید بشه و تا آستانه بالا رو پر بکنه، به 5% نمیرسه مگر اینکه به اندازه حجم مبنا معامله بشه. پس اینم یه فرمول شد. پس این حجم مبنا توی شرکت‌های بورسی به این معناست. خب اینو میدونید برای چی گذاشتن؟ قانون رو برای این گذاشتن که
صفحه خرید و صفحه فروش که ایجاد میشه توی صفحه در واقع این 5% بیاره پایین و تو صفحه خرید 5% ببره بالا. چون مثلا فرض کنید جای مثل و به ملت چون بزرگی حجم مبناش الان مثلا 1.5 میلیونه، درسته؟ آره 1.5 میلیونه. ولی مثلا فرض کنید شرکت بورسی رو اگه یه شرکت فرابورسی رو نگاه کنیم ممکنه مثلا این حجم مبناش خیلی خیلی پایین‌تر از این باشه و به خاطر همینم باید بتونه بالانس بشه حجم معاملات توی بازار و این در واقع قانون به خاطر اینه. بسیار خب، یه موضوع دیگه که اینجا میتونم بهتون نشون بدم، اینا رو گفتیم. خب اینجا خریدار مشخص شده، حجم خرید، حجم فروش. ببخشید، حقیقی یعنی افراد چقدر خریدن، 66% افراد خریدن. معذرت میخوام، 33% حقوقی ها یعنی شرکت ها اومدن خریدن. تعداد خریدها مجموعش اینقدر بوده، حقیقی ها اینقدر اومدن خریدن، حقوقی ها اینقدر اومدن خریدن، یعنی بیشتر حقیقی ها خریدن. از نظر حجمی، از نظر تعدادی ببین حقیقی ها بیشترن، حقوقی ها کمترن، اما از نظر حجمی هم همینطور. خواستم فکر کنم برعکسه، نه، از نظر حجمی همینطور، بیشتر حجم خرید رو حقیقی ها داشتن، تعدادش هم بیشتر بوده. فروش هم به همین صورت، 35%، 35.9 فروش مال حقیقی ها بوده، 64% مال حقوقی ها بوده، تعداد فروششون هم اینقدر بوده. باز نکته دیگه که اینجا وجود داشته باشه، اینا رو گفتیم. اینا رو هم خودتون چک بکنید، ببینید اطلاعیه‌های مخفی، سابقه مخفی، سفارش، ببینید ببخشید اطلاعی ها رو مخفی کرده یا نمایش بده، سابقه رو مخفی بکنه یا نمایش بده، سفارش ها رو مخفی بکنه یا نمایش بده. گروه بانک ها رو برده اینجا برای مقایسه اینجا گذاشته که شما بتونید همزمان مقایسه بکنید. فکر می‌کنم همه رو گفتم دیگه، تبا رو کامل گفتم، اینا رو گفتم، حجم رو گفتم، سهم شناور رو گفتم، میانگین رو گفتم، آخرین معامله رو گفتم. دو تا اصطلاح میمونه، EPS و PBE که اونم بهتون خواهم گفت. خب پس EPS و PBE رو هم بیام بهتون بگم. ببینید EPS عبارت است از سود کل تقسیم بر تعداد سهام. سود کلی که پرداخت کرده یک شرکت تقسیم بر تعداد کل سهام، این میشه EPS، میشه سود هر سهم. پس این سود هر سهمه. حالا PBE چیه؟ PBE قیمت هر سهم تقسیم بر EPS. یعنی قیمت هر سهم رو تقسیم بر EPS که بکنیم، نسبت PBE به دست میاد که نسبت بسیار بسیار مهمی. یعنی اینکه سرمایه‌گذار بسیار توجه میکنن که PBE بازار، PBE یک سهم پایین یا بالاست. یعنی اینکه سودی که در واقع به ازای هر سهم پرداخت میکنه این در واقع سهام چقدر بوده و چقدر میتونه باشه. ما یک در واقع EPS در واقع پیش بینی شده داریم و یه EPS محقق شده داریم که یه پیش بینی اول شرکت در اول سال میده و آخر سال میگه ما اینقدر یا پایینتر یا همونقدر یا بالاتر میتونستیم محقق بکنیم. یه اصطلاح دیگه هم داریم به اسم DPS که اینجا نیومده، که در واقع اون قسمتی از EPS، اون قسمتی از سوده که بین سهامدارا تقسیم میشه. ما همه سود رو شرکت‌ها نمیان بین سهامدارا تقسیم میکنن، یه ذخیره قانونی دارن، اون ذخیره قانونی رو کم میکنن و مابقی رو تقسیم میکنن، اونش میگن DPS. اینا اصطلاحاتی که شما میشنوید و خوبه که باش آشنایی داشته باشید. بسیار خوب تا اینجا برای این جلسه کافیه. اطلاعات زیادی رو بهتون دادم، میدونم که احتیاج دارید که بارها بشنوید. هر جاشو متوجه نشدید برید سرچ بکنید، یه سرچ در واقع معمولی در گوگل بکنید، تمام اطلاعاتش میاد، اطلاعاتتون رو کامل بکنید. من اینجا نمیخوام براتون زیاد وقت روی اصطلاحاتی بذارم که شاید به کار همتون نیاد و همتون علاقه‌مند نباشید، اما پیشنهاد میکنم که اگر بهش علاقه‌مند هستید حتما برید و تحتشو در بیارید و اطلاعاتتون رو کامل بکنید. گفتم من در بین دوره هم اطلاعات تکمیلی تو این حوزه رو خصوصا بهتون میدم، چون الان میخوام که فقط زودتر با مقدمات آشنا بشید، برید سراغ معاملات و شروع بکنید. الان نمیخوام درگیر اصطلاحات بشید، گیج بشید، بگید آقا PBE چی بود، EPS چی بود، DPS چی بود،
نمیدونم حجم مبنا چی بود، بازه روز چی بود، بازه ماه چی بود، قیمت مجاز چی بود، بازه مجاز چی بود و نمیخوام درگیر اینا بشید. میخوام یه آشنایی داشته باشید. کم کم که برید جلو، غرق کار که بشید، هم اینا رو بیشتر میفهمید، هم من بهتون اطلاعات بیشتر میدم. تا جلسه بعد مراقب خودتون باشید. به زودی میبینمتون.